ساکنان وادی سوات پناهگاه طالبان پاکستان در گذشته بر ضد افراطگرایی تظاهرات کردند. آنها به طرفداری از صلح در خیبر پختونخوا، منطقه هم مرز با افغانستان زیر نظارت طالبان، شعار دادند. راهپیمایی در ولایت 40 میلیون نفری پاکستان زمان آغاز شد که جنگجویان طالبان پاکستان که با نام تحریک طالبان پاکستان معروفند، در منطقه های قبیله نشین وزیرستان و خیبر پختونخوا در وادی سوات دوباره از خود درک دادند. سوات که زمانی همچون گهواره جهان شناخته می شد، متاسفانه قربانی سیاست نادرستی حاکمان شد. روحیه جنگی در اوج است و ما بار دیگر شاهد افزایش نشانه های تروریسم می شویم. برای کوکوجی و طرفدارانش تشکیل گردی همایی آسایشته که هفته قبل در سوات گذشت دشوار بود. روز 13 سپتامبر جنگجویان گفتند یک فرمانده با نفوذ و 4 همراهش را که ضد طالبان مبارزه می بردند کشتند. سال 2008 پدرم را شکنجه کردند. امک دویمم نیز شکنجه شده است. یک امک بچه‌ام در نتیجه ترکیش جان باخت. درد و الم تا حال در دل ما مانده است. یوسف زای ضد سازش صلح با گروه‌هایی است که آنها را تروریست می‌نامند. زیرا به گفتش در گذشته هم با تحریک طالبان پاکستان چنین سازشنامه بحث برانگیز امضا شده بود. در خیبر پختونخوا حزب تحریک انصاف مربوط به عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان را به برخورد نرم با جنگجویان ابدار می‌کنند. با ظهور طالبان در منطقه ما شاهد چنین گرد همایی و اعتراضهای آسایشته در تمام منطقه گشتیم. یک عضو مجلس ولایت مورد حمله قرار گرفت. او زنده ماند اما 4 مرد دیگر کشته شدند. طمع‌جویی، تهدیدهای تلفنی و کشتار هدفمندانه به یک امر معمولی تبدیل یافته است. حکومت ولایت در این مسئله خاموش است، اما ما مخالفان در این جلسه ها از وضع ترتیبات حقوقی در ولایت بارها صدا بلند کردیم. بعضی از روزنامه‌نگاران که روز 14 سپتامبر به منطقه وزیرستان جنوبی رفتند خبر دادند که در بعضی شهرها پرچم‌های سفید طالبان را دیدند، اما نیروهای امنیتی به آنها اجازه ندادند که عکس بگیرند و یا ثبت کنند. از سال 2004 تا سال 2018 در حمله‌های هواپیماهای بی‌سرنشین که اکثرا آنها را مربوط آمریکا می‌دانند، ده‌ها چهره‌های شناخته القاعده و طالبان که در وزیرستان پناه برده بودند کشته شدند.